جنبش زن زندگی آزادی منو نباید یاد فاطمه زهرا بندازه، منو یاد اشغال باید بندازه. من جامعه‌ای میخوام که توش اشغال بتونم بکنم. زن که داریم میگیم در مورد مامان بزرگ من داریم صحبت نمی‌کنیم که، در مورد دختر 14 15 16 ساله داریم صحبت می‌کنیم. جوان‌ترا من براشون برنامه و طرح دارم. پاک چیه؟ نه پاک چی؟ می‌خوایم اشغال بریزیم بیرون، قشنگ بفهمیم چه خبره. وقتی تو از زن فقط دختر 15 ساله رو می‌بینی و از آزادی فقط عشق و حالو، تو خیرخواه اونا نیستی. درد تو این نیست. تو برده هورمونی، نه یک انسان آزاده. تو از زن فقط بدنشو دیدی، ولی ما زن رو ریشه نسل، قلب خانواده و مدرسه انسانیت میدونیم. زن برای تو یک وسیله است، یک وسیله برای دفع شهواتت، برای هوسرانیات و برای پر کردن خلأهای حیوانیت. زن برای ما یعنی کرامت، یعنی وقار، یعنی نوری که داخل خونه روشنه، ستونی که اگر بشکنه سقف انسانیت رو سر همه خراب میشه. زن برای ما یعنی همسر وفادار، یعنی دختر نجیب، یعنی زنی که با حیای خودش دنیا رو درس بده، نه با عشوه و نمایش خودش رو بفروشه.